یا بچه ما هم داریم، یا بچه دارم. یه روز یک مایکای سیاه در تنش اومده است، دولچه گابانا. یه ترمر دولچه گابانا میدونی چی معنی داره؟ میگه موده های. ای کی گرفتیش؟ ایا رفیق من اوتریش زنه میخرم تو. خواهرای تاجیکی ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بدارید. اما در برابر این بعضی حدیثایی است که دلالت به آن میکنن که پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس سرخ پوشیده است. ریش سفیدای ما که جلکای سبز میپوشن، جامه های سبز میپوشن، خوشو به حالشو که انشالله دست به عملی مستحبه میزنن. یک چند روز شد که ای همه بازارها بسیار سوال میکنن بچه‌ها، بازار کاروان و جلجم، بازار سلطان کبیر که دوملا بعضی مردم پیدا شدن که میگن لباس سیاه و لباس سرخ و لباس زرد پوشیدن درست نیست برای مردها، همه اصل داره. انشالله همین را شرح میکنیم بچه‌ها. لباس سیاه از پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیدن لباس سیاه به حدیث های صحیح ثابت است. از مادر ما بیبی عایشه امام ترمذی روایت میکند به اسناد حسن: خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه مرتون من شعر اسود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه از حجره خارج شد، در بدنش یک جامه داشت. همین کلمه جامه برای ما بسیار معقوله، یا شوبه هم بگیم میشوه، پالتور هم بگیم میشوه. یک لباس زمستانه داشت، از رشته از پشم سیاه میگه تیار شده بود. مرتیش از پشم سیاه، برنگ سیاه پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده استش. در سال فتح مکه، واقعه فتح مکه ده از رسول الله صلی الله علیه و سلم امام مسلم روایت میکنه که وقتی داخل مکه مکرمه شد، در سرش سله سیاه داشت حضرت، سله سیاه. پس از این معلوم میگرده که لباس سیاه مستحب است پوشیدنش، خوب است. خیلی در هوای گرم اگر بیشتر سفید پوشیم، در هوای خنک باکی نداره لباس سیاه پوشیدن. بپوشه، پیامبر ما پیشوای ما لباس سیاه پوشیده است. خب مسئله اندک جنجالی مسئله زرد و سرخ است، زیرا در مسئله سرخ و زرد هم روایات اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پوشیده است و هم روایات نهی اومده است. واقعا آمده است حدیثایی که نهی میرود در او. حتی یک حدیث خوردم امام طبرانی و امام حاکم و عبدالرزاق روایت میکنن این حدیث، بعضی ها مرسلا بعضی ها مرفوعا از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود: ایاکم والحمره فانها احب زینت الشیطان ان الشیطان یحب الحمره. حضرت گفته است که از لباس سرخ پرهیز کنید، زیرا که سرخ زینت شیطان است. شیطان رنگ سرخ دوست می داشته است. به قواری خونه سوخته به قباد می بینه شیطان دوست می داشته است. لباس سرخ میگه زینت شیطان است. یک روایت دیگر اومده است از حضرت عبدالله ابن عمر، میگه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم در حالی که یک لباس داشتم با معصفر رنگ شدگی، معصفر رنگ از سرخ میکنه لباس. حضرت وقت دید بسیار غضبش کرد، گفت این چی است که تو پوشیده ای؟ حتی در یک روایت اومده است که حضرت گفت چرا شما لباس کفار را میپوشی؟ حضرت عبدالله ابن عمر میگه که سراسیمه اومدم که تنور را تفسانده استین به خاطر نان کردن، کشیدم برآوردم، میگه لباس را روی الو پرت افتم، سوزاندم شو. وقتی میگه حضرت ملاقات شدم با لباس سفید، گفت چیکار کردی؟ گفتم یا رسول الله در تنور انداختم سوزاندم شو. گفت در زنت ندادی اخی؟ در زنکو ندادی بپوشه؟ برای زنکو باکی نداشت. یعنی که نهی رنگی سرخ در حدیث ها آمده است. اما در برابر این بعضی حدیث هایی است که دلالت به آن میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس سرخ پوشیده است. از جمله در صحیح مسلم از برا ابن عازب رضی الله عنه روایت شده است که میفرماید: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مربوعا
له شعر یبلغ شحمت اذنه و فی روایت شعره یبلغ منکبیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه چهار پهلو بود، چهار پهلو، پهلوان شکل بود، کتفای پهن داشت، موی سرش در نرمه گوشهاش میرسید. در یک روایت حتی اومده است که موی سرش در کتفاش میرسید. این روایت هم اومده است. موی زیبای خشرو داشت. رأیته فی حلة حمراء لم ار شیئا قط احسن منه. دیدمش میگه لباس سرخ در بدنش در حیاتم از او خوشروتر چیزی رو کسی را ندیده بودم. چنان زیبا، چنان آزاده، لباس حمره در بدنش. حدیث باز تأکید میکنم حدیثی صحیح است، امام مسلم روایتش کرده است. همچنین امام ابو داود روایت میکند از ابی جحیفه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم در مینا از بالای شتر خطبه میخواند، در بدنش لباسی سرخ بود، یک برده بود، یک پلش سرخ. پس ببینه حدیث ها متعارض شدن ظاهرا. بعضش میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی میکرد بکشینش، شمالتیکو را بکشین، از بیرون است. بعضی دیگر اند گرم هم شود طاقت کنی بچه ها، همینو خلل میرسونن. ولی شکایت میشود که دیسک میگیریم گوش میکنیم صداشو قدر خوب نمیبروید. اگر اصل بگیریم یکی از سببای خلل رسونیش همین هم هست. الحمدلله که امروز از اپاراتور خوب شدگیان با کمک برادر توکل جان خدا همش درست کند صدا خوش میبروید، اما همین خلل میرسونه. به همون خاطر اندک صبر کنه ان شاء الله. مردم در زیر آفتاب تابستون کار میکنند در صحرا، ما و شما در زیر سایه ششتگیم، خیلی اندک گرم شدیم، عرق کردیم، ان شاء الله خیره. خدای تعالی در عوض هر دانه عرقی که از بدن خارج میشود امر بکنه یا حسنه در نامه اعمال مثبت میشود. بعضی ها وقتی که تحقیق تاکید میکنن میگویند که از جانب حضرت امام اعظم ابو حنیفه کراهیت پوشیدن لباس سرخ ثابت است، مکروه است. در این مسئله چندین کتابو را نگاه کردم، از همه مفصلتر و بهتر شیخ ظفر احمدی عثمانی تهانوی در کتاب اعلاء السنن آورده است. روایات تمام کتابو را میاره. از جمله تاکید میکند که یک شیخ حنفی مذهب، یک عالم بسیار بزرگ است با نام شرنبلالی، در مسئله لباس سرخ تمام روایات جمع آوری کرده است. میگه 8 حکم است و حکم آخری که قرار گرفته است میگه پوشیدن لباس سرخ مستحب است، باکی نداره. زیرا حدیث های اجازت دلالت از او حدیث های نهی ماننده قوی تر هستند، خوبتر هستند. و از امام اعظم ابو حنیفه نیز روایت شده است که گفته است لا بأس به، باکی نداره پوشیدن لباس سرخ. یعنی که او چیزی که حضرت امام اعظم نهیش کرده است لباس سرخی که با رنگ معصفر رنگ شده است. معصفر نام یک گیاه است. هر لباسی که با همون رنگ معصفر رنگ شده است و سرخ شده است، غرض از منع نهی مکروه تحریمی بدن همون رنگ معصفر است. البته بعضیا گفتند که در ابتدا اجازت بود، بعدا پیغمبر نهی کرده است. حدیثایی که دلالت بر اجازتش میکنن حدیثای پیشینه هستند و حدیثایی که منعش میکنن حدیثای بعدینه. در صورتی که این سخن اصل نداره. علامه ظفر احمد همین را ثابت میکنه که این سخن اصل ندارد، زیرا حدیث ابی جحیفه حدیثای آخر است، آخرای حیات پیغمبر است. میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حجة الوداع بمینا یخطب علی بعیر و علیه برده حمره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم در مینا در حجة الوداع. این سال آخران حیات پیغمبر است. 2 ماه بعد حجة الوداع حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. در مینا دیدمش، میگه در بالای شتر بالا به مردم خطبه میخوند، در صورتی که در بدنش یک پلش سرخ بود، برده پلش میشود.
بالا پوش جلک بگیم هم میشوه یا جلکی سرخ داشت. پس این سخنه که میگن حدیث های اجازت لباس سرخ در ابتدا به دست بعد منسوخ شده است اصل نداره. بعضی های دیگر از جمله ابن قیم جوزیه ادعا میکند که لباس سرخی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میپوشید او سرخ بحت نبود، سرخ یک رنگ نبود، بلکه یک خط سرخ یک خط سیاه داشت، خط سیاه داشت، زیرا او برد یمانی به دست. لباس های برد یمانی همه مخطط هستند، خط هستند، خط سرخ و خط سیاه. از همین خاطر اون نهی در لباس سرخ بحت است، سرخی که یک رنگ است، همش سرخ است. اما اگر سرخ باشه و بعضی رنگ ها و رشته های دیگر داشته باشه باکی نداره. در صورتی که امام شوکانی همین هم میگه اصل نداره این سخن، زیرا که صحابه های پیغمبر فصیح ترین این امت هستند. حضرت برای ابن عازب برد یمانی و مخطط از لباس سرخ فرق نمیکرد. ابو جحیفه برد یمانی را از لباس سرخ از جیلک سرخ فرق نمیکرد. از این خاطر میگه این اصل نداره. گپ در سر این است که او چیزی که پیغمبر نهی میکند لباس معصفر است، با رنگ معصفر زینت داده شده و سرخ کرده شده. اما این کرسکایی که امروز میزنند یا معصفر نیستند، همه یا خیمی چیز که کرسکند، ممکن ای نفت ای دیگر چیزا استحصال شود. از این خاطر پوشیدن لباس سرخ باشه لا بأس به است، باکی نداره، اجازت است. لباس سرخ، لباس زرد پوشیدن باکی نداره. فقط یک چیز من برای تو تاکید میکنم که در اصول هر جایی که لا بأس به میآید یعنی باکی نداره، در زیرش یک کراهیت تنزیهی نهفته است، یعنی که از پوشیدنش نپوشیدنش اولاتر است. پوشیدی هم باکی نداره، نه که اگر نپوشی بهتر است. یعنی که از اون لباس سرخ دیدن لباس سفید بهتر است، لباس سبز بهتر است، لباس آسمانی بهتر است از لباس سرخ دیدن. نه که اگر با جوانایی که لباس سرخ پوشیدن اینجا بعضی‌ها را میبینم ان شاء الله باکی نداره، یا را طعنه نزنی. من از یک چی حیران میشم، همون جوانایی که دعوا و جنجال میکنن لباس سرخ زرد نپوشه، همین لباسای سفید سیاهی را که همین قدر تنگ و کوتاه هستند که نیمی بدن مرد میتوه نمیدیده باشن، همین شیمای جنسی کبوتی را که لااقل همون خمگشتکا را پر نمیکنن، حتی همون شروع شوی مقعد ظاهر از دیار است نمیدیده باشن. واقعی خدا چشماتون را کور کنه که از این ای بچه ها را نهی کنه. افسوس و صد افسوس امروز مردم به حد احمق شدیان، به حد جاهل شدیان، لباس های دربر میکنن که آخه این با مسلمان زیبنده نیست. این مردم کجا میره؟ بعد میگه که آخه برای چی تری مایکای تنگ میپوشی؟ میگه همه مایکو هم خیلی از خیلی کنم. آخه جوانمرد خیلی که از کرتا پوش، شرطی که تا مایکای نوپگادی را پوشی ایزو نمیکشی از برای خدا. مایکا میپوشه در پیشش اسسر روشتگی. تا هم عاشق اسسری، اسسر را میدیدی به حال زورا دیگه این روز آرزوش نمیکردی. شما شکرانه خدا و نعمت خدا را کنه که به ایتالی زمان سیر پر رسونده است و آرام و آسوده. در دوره اسسر دیخیل در مسجد اومده و امر معروف کرده میشید. در دوره اسسر آرام و آسوده خواه میکردی، میکشیدن میبردن در انمی گرمی روز مرده تا بگه تانی میشه و چابق میکردی، میموندن در خدی کوچه بگردی. از برای خدا دولچه گبانا میموندن در خدی کوچه بگردی. از برای خدا دولچه گبانا. یا بچه ما هم داریم، یا بچه دارم، یا روز یک مایکای سیاه در تنش اومده است دولچه گبانا. یه ترمر دولچه گبانا میدونی چی معنا داره؟ میگه موده های ای کی گرفتیش؟ ایا رفیق من اون تنش نمیخرم تو گمشت تز بر بتش گفتم رود در خاک. رفیق تا بگو که دولچه گبانا دم بخانه سن دو گلوبوی مدلیر دولچه گبانا را نکاح کرده گرفت است. هر دمر در نکاح در یک نکاح زندگی میکنن. شما تقلیدی به همون دو گلوبوی میکنه. از برای خدا امروز بود ماده شده است کرتاها و مایکاهایی که چیزی نوشته شدگی باشه در اون. سبحان الله. هم دورهای سویتی ده یک
در университет мехондем. баъд як муаллиму қисса кард, гуфт як ҷавон аз хориҷа буруки ҷинс харидааст. дар замонои шӯравӣ шими ҷинс дастрас кардан бисёр мушкил буд. дар қафош чизе навиштагӣ. баъд мегиранд вақте ки як англисидон тарҷумаш мекунад дар Москав, навиштагӣ будаст дар уҷа ки як гей никому не откажу дар пишти буруки ҷинс. субҳаналлоҳ, мардак ба ҳазор обрӯ ва иззат ҳамура пӯшида гашт ки либоси ҷинс. шумо ақаллан мефаҳмед ки дар ҳамун либосото чӣ навиштагиай? аз барои худо рекламаи Америка киле, рекламаи СССР киле, рекламаи давлатҳои намедонам куфр, давлатҳои ба ислом бегонара киле. баъди бо даъво мекунед ки мо мусулмон ҳастем. ин чӣ ҳолай е мардум? امروز اکثری کلی مدلیرو همون قسمت مخنث ها هستن، همون گلوبویا هستن، با همون خودشون موافق کرده استیان مردم ها. نمیبینی همین خشتکای ایزار تا چند مایده شده استیان مایده شده استیان اهمیت نمیده. سال گذشته در امریکا بوده، در شهر نیویورک مترو را که گفتم مترو را نشان میده که هم متروی نیویورک خیلی باشه. در اومده مترو، بعد هم متروش هم پویزد سوار شدیم. جوانو خاصتا همین زنگی بچه ها با فروشی گازیت ژورنال مشغول بودن، میگردن واگن با واگن گازیت ژورنال بفروشن. یک تاش اومده است در مقابل ما ایستاده است با پشتش طرفی ما. از برای خدا این منبر پیغمبر است، دروغ نمیگم. چند شاهد دارم. شیم پوشیده است، شیمش تسمه داره، اما هم تسمه شیم از مقعد پایانه. باور میکنه این ایجای بانی پودای شیم اینا میجدای کفو همه تو ترسی که های هم ترسی پوشیده است پایون همه تو او چی لازم است اتاری شیمه که نپوشیش دمیان است والله اینا می بندی پودای. حاجی میرزا در پهلوم ایستاده است. گفتم نمره دیدی؟ گفت چی در داشته باشه برای چی ایزارش بالا نمیکنم؟ آقا گفتم خشتک شمو خواهی که جا بالاش کنم. ولی چی خوف داره؟ خوف اون است که همین مادر اخیر در مردم مسلمانی ما تلقین کنن و تاجیکستان بروا. راستی که الحمدلله حالی در تاجیکستان ندیدم، لیکن قسم به خدا همین سال در سنت پترزبورگ دیدم. عیناً انم مادر دیدم. حالی یه روز به شما را میآیم. ای مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه. شما هیچ عقل فراست داره؟ آخه اون مردم انم مخنثی را از روی ادب گمان میکنن. مدنیت میدونن، کلتورا چی شما با هم تقلید میکنه از برای خدا. اگر مادام که شیم کستونی خوب نمیوه خشتکش شد، امروز الحمدلله چهورای هستن در همین تاجیکستان که هر نموده که سفارش کنی میدوزن، از دالچه گبان خوبتر میدوزن. با همون پولی که تو همون لباس حرام میخری تو میتونی برای سفارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزن. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه. مسلمان باید بهترین لباس پوشه، مسلمان تازه و آزاده باشه، مسلمان خوشرو باشه. آخه خوشرویی زینت اسلامی. خداوند جمیل جمال دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره. اما از برای خدا این چه حال است؟ همین ماده‌هایی که 4-5 سال اخیر میآید این یگان تاش مردی انسان آشکار نمیکنه. یا الله، پیغمبر میگه که مربوع بود، چهار پهلو بود. ما با جای آن که مشق کنیم و با پیغمبر خودمون تقلید کنیم، لباسای آزاده و سفید و کشاد پوشیم، تقلیدی با دالچه گبان میکنیم، با یا مایکای تنگ میپوشن. بعضی خودمرده هست آخه همون بدن قاق تبکی نشون میتی. چی داری تو؟ از برای خدا مسکولاش از پای مرغ در باریکتر همون با در تنش چسبیدگی تو دانه خدا شرم نمیداری شما. نماز میآین، نماز میاد در صف میسته رکوع میکنه، رکوع میکنه مایکه بالا میره، واقعا مایکهش نمیقای، شیمش از همین خمگش پایونتر. حتی همون سرشوی مقعدی کو جایی که سر میشوه خط، همون خط میتوه از برای خدا. آخه نمازی تا از کجا قبول میشوه؟ مرد از ناف تا زانوش عورتای، سطرش فرضای. و وقتی که شیم شما در این جای یک وجب از ناف تو پایونای، وقتی که خم میشه این مایکه تو بالا میشوه، از ناف پایون تو همه میتوه که تو مقعدونه.
از کجا اون نماز شما قبول می شود؟ قسم به خدا کسی را که از 4 یک حصه عورتش دیار می شود در نماز، نمازش باطل است، نمازش قبول نیست، تحریمش باطل می شود. آخه شما اهل مسجدی از برای خدا. آخه من نمیگم تازه و آزاده نپوشه، پوشه، خشرو پوشه، همین شیم کستون چیزی اون داره، کرته های تازه و آزاده کشادی خشرو چیزی اون داره و پوشه یک جوان مردی ختونه زیباگی ختونه نشان بده. یا الله این چی تقلیدی کرکرانه است. واقعا در پوشیدن لباس تکبر نیست، افتخار نیست. متاسفانه بعضی مردم ما نمیفهمن، میگن این فخر افتخار میکنه لباسی تازه میپوشن. نه، این فخر افتخار نیست، این اثبات مسلمانی است. این اثبات آن است که خدای تعالی نعمتم داده است، من شکرگزاری نعمت خدا را میکنم. در حدیث اومده است، حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند، حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است. حضرت گفت لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. هر کسی که در دلش مقدار یک ذره از کبر باشه داخل جنت نمیشود، خداوند او را از جنتش محروم میگردونه. یک مرد میگه ایستاده بود، گفت یا رسول الله ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. گفت ای پیغمبر خدا، مثلا بعضی مردهایی هستن که میخواهند که لباساشو تازه و آزاده و خوشرو باشه، پاپوشیای تازه و آزاده و خوشرو داشته باشن، همین کبر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان الله جمیل یحب الجمال. این مردم ساده گفت خدا جمیل است، زیبا است، خدای تعالی زیبایی را دوست می‌داره. الکبر بطر الحق، کبر پایمال کردن حق است. کبر حقیر و ناچیز شماریدن مردم ای، تحقیر مردم مسلمان ای. کبر پوشیدن لباس خشرو و آزاده نیست. مسلمان باید لباسش تازه و آزاده باشه، باید سر دهنش تازه و خشرو باشه. از این خاطر تقلیدی با مردم بیگانه نکنه. یک زمان ارتیستا را میدیدیم در استرادا لباسای یلترستی میپوشیدن، زنکو. امروز بچه ها میکه میپوشن از برای خدا، در افتاب 100 رنگ قدی میدرخشه. بچه را زیبش اون نیست، زینت جوان مردی در لباسی یلترستی نیست. ای مردم نخود جوان خچه با همون رقاصه ها قیاس کنه، نخود خچه شبیه رقاصه کنه. مرد باشه، بچه جوان مرد باشه، لباس های تازه و آزاده و بهتری نپوشه. اما این تقلیدهای کرکرانه که با مخنث ها هست از بحر این بگذره. این با جوان زیبنده نیست، با مسلمان زیبنده نیست. دین اسلام دین پاکی و نظافت است. مسلمان مردش باید مرد باشه، زنش باید زن باشه. خدای تعالی بر مردهایی که خودشون شبیه زن میکنن و بر زنهایی که خودشون شبیه مرد میکنن لعنت خوانده است، لعنت میگه. از این خاطر هیچ وقت شبیه نسازه. از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمان ما، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره. از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره. از این خاطر هیچ وقت شبیه نسازه. از فرصت استفاده برده به خواهرام مراجعت میکنم، به همه خواهرای مسلمان ما، خواهرای تاجیک ما، خواهرای ازبک، دیگرها که در این سرزمین زندگی میکنن، پدر و مادر مسلمان دارن، از برای خدا از خدا شرم بداره. از بنده های خدا که شرم نداشته از خدا شرم بداره. این چه عیب شرمندگی است؟ اطلس گرفته است، تورسیک کرده است، او را ایزار گفته نمیشه. و تورسیک در زانو شیوخی در برو بانقتی بستش دست نمیجا. بعد یک کرته اطلس دیگه کرده از رنگ توپیک، در قد کوچکش میمون کده گشته. همین شکل صورت است. من حیران میشم اون دختر پدر داشته باشه، پدرش چی رنگ باشه، مادر داشته باشه، اون مادر او چی رنگ است که به این شکل به این صورت میگرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل نار لم ارهما. ده طایفه مردم هستند که از اهل دوزخند، من هم یارا ندیدم. میگه پیغمبر نه که به خبری که از خدا به من رسیده است میدانم که اینا دوزخی هستند.
سبحان الله، اگر پیغمبر به این شکل و صورت اشتنای شرمنده را میدید، آیا امتی ای را قبول میکرد؟ ایران شو بیزار بود. من ندیدم شو میگه، نیکی من به شما خبر میتم که همین دو طایفه مردم دوزخی ان، دوزخی ان، دوزخی. قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون به الناس. گروه اول قومی که در دستش دوبینکه دارن یا شلاق دارن مثل دنبگاو که به اون مردم میزنن. و نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنبة البخت المائله. طایفه دیوم زنهایی که اگر چند لباس بپوشن اما در معنا لچی برهنه، او لباسی و لباس نیست. زنهایی که از شریعت اسلام دور شدیان دیگران را با از شریعت دور میگردونن، هم خود دور شدیان هم سبب دور شدن دیگران میگردن. سراشو مثل کوهان شتر، موی سر در پشت سر جمع میکنن، توب میکنن مثل کوهان شتر، اسنیمه شتر واری. وقتی که موی سر در پشت سر جمع کرد دیگه او رمال میبند و سر لیچ میکنن به قواری. لا يدخلن الجنه، این دو طایفه داخل جنت نمیشوند. ولا یجدن ریحها و این ریحها لا یوجد من مسیرت کذا و کذا و فی روایت من مسیرت 500 عام. این طایفه ها میگه این دو طایفه داخل جنت نمیشوند، حتی اینا از بوی جنت محروم هستند. بوی جنت از مسافه 500 ساله راه استشمام میشود، این دو طایفه مردم از بوی جنت محروم هستند. پس بخد بیای خواهرای عزیز، آخه شرافت شما در عزت شما است، شرافت و آبروی شما در پوشیدن و مستور بدن شما است که یک کس حرمت احترام تو میکنه. با این شکل صورت در کوچه میبره کی شما را احترام کنه؟ کی احترام تو کنه؟ بعضی جوانان شکایت میکنن که امروز جوانای ما بی ادب شدیان، زنهای شودار هم گپ میپرتوین. ای که جا میفهمه که این باشه به همین شکل صورت میگرده آخی در کوچه. از برای خدا هشتونه در سر تو بگیره ای مردم مسلمان. آخی ما میگیم ما عرف و عادت ملی داریم، ما تاجیک مسلمان هستیم، الله اقل ما عرف و عادت ملی خودتون رعایت کنه. این چه حال زار است؟ این چه حال زار است؟ همین رومال با کی زیان کرده است؟ رومال حسن کی را کم کرده است؟ قسم به خدا برعکس است. یکی از سبب‌های آن که در اروپا در تهلوکه غلطیدن در بعضی ممالک در جاهای جمعیتی دیگه سطر عورت منع میکنن، حجاب منع میکنن، اون است که دیدن که زنهای اروپا حتی مایل به سطر شدن. اوزا وقت مستوره باشه ببینه چقدر شرافت آبرو داره، هر کس جرأت نمیکنه به پیشش نزدیک شوه. پس آبروی شما، عزت شما، تمدن شما، کلتور شما در سطر عورت است. زنهای عزیز و پسرای مهربان، اگر کرده صاحب تمدن است، اگر نکرده یک مقلد است. این تقلیدش میمون هم کردن میتونه. برای تقلید کردن یگان عقل و فراست در کار نیست. شرق را از هم برد تقلید غرب، باید این اقوام را تنقید غرب. حضرت علامه اقبال لاهوری شخصی که تعلیم اروپایی داره، شخصی که در اروپا خوانده است، ما و شما را تحذیر میده که شرق تقلید غرب از بین میبره، نست نابود میکنه. قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه زی رقصی دخترانی به حجاب، نه زی سحری ساحرانی لالروست، نه زی عریان ساق و نه از قطع موست. قوت مغرب زوری اروپا و امریکا از سینتزاتر نیست، از گیتار نیست، از رقص او دخترای فاحشه نیم برهنه نیست، از کازینو و نشینای کلوبا نیست، از بریدن مو پرچاسکا و سریلیچ کردن و کونیلیچ گشتن نیست. قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. زوری اونو تواناییش و اقتصادی با قوتشو از علم دانش. مدنیت در آموختن، در تعلیم، مدنیت در تقلید کرکرانه و میمونوار نیست.
قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. حکمت از قطع و برید جامه نیست، مانع علم و هنر عمامه نیست. هیچ وقت سلام مانع علم و هنر نمی شود. سر تلیچ کردی و موی سر تبریدی تو کلتوری نمی شوی. هیچ وقت مدنیتی تو، علمی تو، دانشی تو، فراستی تو در علم تای، در تمدن تای، در عقل فراست تای. ای جوانی عزیز، علم و فن رو ای جوان شوخ شنگ مغز می باید، نه تقلیدی فرنگ. برای علم و فن عقل در کار، مغز در کار، کوشش در کار. با تقلیدی فرنگ هیچ وقت صاحب علم و فن نمیشه. هیچ وقت. روسا یک مثال دارن، میگن پادیوشکی встречают, по уму провожают. آنها لباس تا میبینن قبولت میکنن، بعد عقل تدیده با تو معامله و مناسبت میشود. میبینن لباس سر لباس تا چی، بعد با عقل با تو معامله میشود. سال 2001 بود، رحمتی پدرم بیمار بود، در همی شفاخانه مدگردک 4 اتاج در خواب یکم. از دستش میگیرم میبرم پریویازش نی، پریویازکش میکنن میارم. زیاده از 2 ماه همراهش بدیم. جامه دارم، ریش دارم. همجا یک چند جوان اخران که محافظت میکنن. یک شخصی بزرگ دیگه در اونجا خواب بود اما شب روزا. بعد این اخرانی که ای بیکاری را کراسورد حل میکنن، که از این تگریفتیانه کراسورد حل میکنن. با هم یک تاش نشستگی، ما هم در پهلو ششتم منتظری پدر موقعی که ای ریانیمات همه برای خطش بریم. یک کسی دیگه سوال کرد که فلانی، گفت این همین خیلی کلمه بوده است، 5 حرف داشته است، چی میشه؟ او گفت من یک جمله دونم. یک ششتم که دیدم بسیار همجا رست شدگی ای. بعد گفتمش، یک همی تا نگاهم کرد با تعجب. بعد ورتیکال شد، اگه حل کرده است پرپندیکولار شد، باید چکنه حرفی اولش یافشید کو ایش چی میشیده باشه؟ گفتم میشینه ای خیلی میشه پریده جاش خشت دریش صدقه بوبیت ای جو میدونی. گفتم دودر جان، بوبیت انیورسیتت دولتی تاجیکستان ولی دانشگاه ملی است، با دیپلم سرخ تمام کردگی ای. عجب مردمی. شما می تو گالستوک کستونو برو کنه بینه آدم هیچ حساب نمیکنید. آن دیگه ما در همون حجره خطی پدرم بدیم، همه کراسورداش هم میوردن در پیش ما حل میکردن. داملو همجا چی میشیده باشه؟ از همون خاطر علم و فن رو ای جوانی شوخ شنگ مغز میباید، نه تقلیدی فرنگ. اما شما تازه و آزاده باشه، خشرو باشه، لباسای خشرو پوشه. ولی یک چیز در مفکوره ما ششتگی، خاصتا مردم پیشینه میگن ایچی تا آبازی های آبازی در یک هفته یک بار میشوه. سبحان الله. یا تو باشد در دوره سویتی بندیدین بود، یک روزش هم روزی حمام بود، یا در عسکری یک روز بندیدین ای. این بیچاره خیال میکنن که همین آدم باید در یک هفته یک بار آبازی کنه. هر روز آبازی کنه، اگر امکان داره در یک روز 5 بار آبازی کنه. باور کنید در همین گرمی من شرایط بیام، همه هر باره که طهارت کردن لازم شود غسل میکنم. ای هم سلقین شای، هم تازه و آزاده شای. در این گرمی بدن آدم عرق میکنه. ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر با تازگی و آزادگی خوشبویی اعتبار میداد. در روز جمعه امر کرده است امت که غسل کرده و بعد بیای نماز. اگر چند با وضو میشه و کنه نماز خونده. چرا غسل؟ زیرا که همون چرکی بدن نابود شود. وقتی که چرک در بدنت نباشه، عرق هم که کنی بوی بد از بدنت خارج نمیشه تو چند مدت. از همین خاطر باید تازه باشه، آزاده باشه. امکانیت داره، امکانیت. همین پوشیدن لباس زیبا هم دلالت به سلیقه میکنه. کسای لباس تازه و آزاده میپوشن که اتیکه و استتیک را میدونن. آخه شما جوانای عصر 21 پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به امتش تاکید کرد: احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. گفت بهترین لباس ها را پوشه، لباس خوب پوشه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه بهترین لباس میپوشید، زیباترین لباس ها میپوشید. اصلحوا رحالکم، در سواری های بهترین سوار شوید، در سواری بهترین سوار شوید. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده.
خداوند دوست می‌داره که اثر نعمت در بندش ببینه. 30-40 هزار دلار در تای سر مونی و یا لباس کندگی جیده نبپوشی بگردی، خدا را خوش نمیآید. لباس را توزه و آزاده کنی به خاطر خدا، برای افتخار و تکبری دنیا نه، به خاطر خدا لباس توزه و آزاده پوشی. همین ریش سفیدای ما را ببینه، بعضیش بسیار زیکان، بسیار زیکان، خدا نگهبانش باشه. وقتی لباس میپوشن میاد میگوی ملائکه اومده است. ریشش سفید، سر لباس تازه سفید آزاده خوشبو داره، در سر باید سلای دیگر بسته است، میگوی قشون ملائکه ها می اومده باشن. انا به همو تقلید کنه، خوشو به حالشو. زبونای پسته استفاده بره، کسای زبونای پسته استفاده نمیکنه، از زبونای پسته بهتر مسواک باید داشته باشه، توزه و آزاده کنه، ختونه خوشبو کنه، زیرا اسلام دین پاکی و تازگی است. حضرت جبرئیل دیده باش صورت در اومد که عمر رضی الله عنه میگه ما در تعجب موندیم از لباس سفید تازه و آزادش، از موی سیاه تازه و آزاده و خوشروش در تعجب موندیم که آدم اینقدر بزیب میشید است، اینقدر خوش لباس میشید است. انا میگم تازه و خوش لباس باشه. جوانای عزیز، مسلمانان غر محجلین هستند، یعنی که یک پیشانی تابناک دارن. در بدن گاوی سیاه ببینی اگر یک داغی سفید باشه چقدر خوشرو و یک داغ. انا مسلمانان در بدن بنی بشر مثل انا داغی سفید خوشرو هستند، باید به همین سزاوار باشه. خواهش میکنم و تقلیدی به دیگران نکنه. الحمدلله لباس تازه و آزاده و خوشرو امروز پرای هر نمودش که بخواهی. همین مایک های تنگ، نمیدونم همین شیمایی که حتی دشاخگی را نمیپوشن، از برای خدا همین را نپوشی. همین به مردی شما زیان داره، بفهمه؟ با مردی تو زیان داره. متاسفانه وقتی ما با آخر رسید، انشاءالله هفته آینده از همین جایی که صحبت قطع کردیم ادامه خواهیم داد. در آخر در حق همه دعا میکنم که خداوند همون زینت و زیبایی و سیکه و صورتی را که به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و به اصحاب بزرگواری او عطا کرده بود به ما و شما نیز عطا کند. خداوند سلیقه نیکو برامون بده تا به خاطر خدا، به خاطر خوشنودی خدا، از بس که خداوند دوست می‌دارد اثر نعمت در بندش ببینه، لباسای خوب و زیبا و آزاده پوشیم، شکل و صورت زیبا داشته باشیم، خاصتا زنهامو شکل صورتی مستوره داشته باشند تا اینکه خدا و پیامبر خدا را خوش بیاید. و خدایا خداوند امید به رحمت تو داریم، مسلمان واقعی مان گردان، نه مسلمان جغرافیایی. پروردگار مساعدت که هر وقت یک فرمانی تر میشنویم، امر از اوامری تر میشنویم، تاکید را از تاکیدات حبیب محمد صلی الله علیه و سلم میشنویم، خود را در آن مستقیم کنیم، موافق آن عمل کنیم تا توسط این عمل و توسط این استقامت بر رحمتی تو سزاوار گردیم، به جنتی تو سزاوار گردیم، از غضب تو و از آتش جهنم تو نجات یابیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.